دیدی بعضی وقتا داری میدوزی یه کاری رو، اما یا جمع میشه زیر پایه، جویده میشه، یا اصلا حرکت نمیکنه زیر پایه، یعنی انگار چرخ یه جوری داره در جا کار میکنه و پایه و اون کار قفل شده. این به خاطر اینه که کارپیشبر چرخ تنظیم نیست. اینجا یه پیچ داریم به اسم پیچ شناور کاربر. شما این پیچ رو اول شل میکنید تا کاربر توی جای خودش آزاد بشه، بتونه حرکت بکنه به صورت عمودی. یه اهرمیه شناور کاربر که از این انتها شروع شده میاد تا قسمت جلوی تنه چرخی. اهرم مشکی رنگی، خیلی راحت واضح میتونید ببینید توی چرخاتون اینا. اونو که شل بکنید کاربر شناور میشه روی این صفحه. خب حالا اینکه چجوری تنظیمش بکنیم بستگی به نوع پارچه داره بچه‌ها. اگر کار ضخیم داریم میدوزیم، باید کاربر رو بیاریم بالاتر که کار ضخیم ما رو بکشه، هول بده به سمت عقب، کمک بکنه به چرخ و کمک بکنه به پایه و سوزن. اگر کار ظریف داریم میدوزیم، شناور رو خود کاربر رو باید یه مقدار بدیم پایین‌تر که کار ظریف ما رو نجوه و تیکه تیکه نکنه و پاره نکنه کارمون. حالا توی حالت استاندارد چجوری تنظیم بکنیم؟ اول توی حالت استاندارد بعد توپی رو بچرخونید بالا تا جایی که سوزن میخواد برگرده بیاد پایین، یعنی بالاترین حالت ممکنه. توپی رو میچرخونید، سوزن میره بالای بالا تا جایی که میخواد برگرده بیاد پایین، نگه می‌دارید همونجا توپی رو. اینجا شناور کاربر رو تا حدی میدید بالا که فقط نوک دندونه‌های این کاربر، این مثلثی‌ها 1 میل از سطح صفحه بزنه بیرون، یعنی 1 میل بالا باشه که دست شما اینو لمس کنه. تو چه موقعیتی؟ تو موقعیتی که گفتم میل سوزن توی بالاترین حالت ممکن قرار داره و سوزن اونجا میخواد برگرده بیاد پایین، همونجا باید نگهش دارید. خب حالا اینجا کاربر رو 1 میل دادیم بیرون، نگهش می‌داریم با یه دستمون و پیچ شناور کاربر رو صفر می‌کنیم و حالت استانداردش میشه. خب ببین الان ما کاربر رو صفر کردیم، تنظیمش کردیم توی حالت استاندارد. توپی رو که میچرخونیم سوزن که میاد بالا، می‌بینی 1 میل نوک دندون ها زده بیرون از صفحه و اوکی شده. حالا اینکه شما بخواید بالاتر تنظیم کنید یا پایین‌تر دیگه بستگی به اون نوع کارتون داره که گفتم، ولی خب اصول تنظیمش به همین